3 ثانیه فرصت داری با حروفی که بهت میگم اسم یه غذای خوشمزه رو بگی. بریم سوال کنیم ببینیم اسنک واسه کیه. 3 ثانیه فرصت داری با حروفی که بهت میگم اسم یه غذا رو بگی که اسنک واسه تو بشه. اوکی؟ بازه. چی بگم؟ 3 ثانیه. 1 زنبور. غذا با یه بار دیگه. چون که فالوورم بودی یه فرصت دیگه بهت میدم. زنبور نه. یه اسم یه غذا. 1 زرش برو. درست گفت. یه دونه استکای خوشمزه واسه تو. مرسی. نوش جونه. با کلمه 3 اسم یه غذا. 1 قرمه سبز. قرمه سبزی قیه داره اولش سبزی آخرشه باختی. منو میشناسی؟ بله. کیم؟ منافور. دلت اسنک میخواد امروز؟ آره. با حروفی که بهت میگم اسم یه غذای خوشمزه رو بگو که اسنک واسه تو بشه. اوکی؟ اوکی. 3 ثانیه فرصت داری با که. با چی؟ که 1 کباب. شما با کلمه قیه نه قیه خیلی آسونه.